شما میتونین آدم بکشین، شما میتونین به راحتی سر منو الان بکوبین به دیوار. بعد از این ماجرا میتونن منو از زندگی بندازن. خیلی راحته. خب با این پخش این حرفا خب بقای ما تضمین شده نیست. چجور این مردم بگن بابا قبل از هر چیز باید زندگی کنن؟ واقعا حد و مرز تا کجاست؟ فشار به این جامعه تا کجا؟ چجوری این جامعه باید به شما بگه که آقا من این ایده هایی، این توهماتی که توی سیستم داره دنبال میشه رو اصلا نمیخوام دنبال کنم. به من چه که در جهان اتفاقاتی داره میفته؟ من قبل از اون باید زندگی کنم. مگه من مسئول ظلم این عالم یا کاستیای این عالمم؟ مگه من مسئول نظام بین المللم؟ مگه من نشستم توی یه شهر کوچیک میخوام یه نون ببرم تو زندگیم، زندگی کنم، میخوام سر بذارم راحت بخوابم، میخوام نمازمو بخونم، میخوام بچم ازدواج کنه، میخوام دخترم ازدواج کنه؟ این جامعه چجوری بگه زندگی میخواد؟ و این زندگی تو این وضعیت نیست، مرده. زندگی زنده نیست، زندگی زنده نیست، چیزی زنده نمانده دیگه تو این جامعه.